شوهر دارین؟ بله. خیلی خوب. میتونید زنگ بزنین به شوهرتون بگین دوربین نمیشه نگاه کنین اینجا. میتونید زنگ بزنین به شوهرتون بگین من میخوام طلاق بگیرم. مرسی. شما بفرمایید جلو سر وایس. اسپیکر. حالا اگه بگه طلاق سلام جانم. سلام، خوبی محمود؟ قربونت، مرسی. چه خبر قربانت؟ محمود جانم. من دیشب خیلی فکر کردم، الان که اومدم اینجا دیگه گفتم حرفامو بهت بزنم. میخوام ازت جدا شم، میخوام طلاق بگیریم. جدی؟ آره. خب کی کجا بریم؟ دفتر خونش کجاست؟ کاراشو کردی؟ یعنی کاراشو کجا باید انجام بدیم؟ خب کاراشو با هم میریم انجام میدیم اگه تو مشکلی نداشته باشی دیگه. نه مشکلی نیست. شما زمانشو کارشو بگم، تو فقط باید کاراشو انجام بدیم، من میام اونجا امضا میکنم. جدی میگی؟ ندارم بیام با هم بریم کاراشو اینا رو انجام بدیم. یعنی هیچ مشکلی نداری با قضیه طلاق؟ نه مشکلی ندارم. اوه باشه. پس کاراشو انجام بدیم من خبر بده دیگه. باشه، دستت هم درد نکنه بعد از این همه سال دیگه.